به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز قصه داریم. قصه را امام ابن قیم جوزی در کتاب نفیس خود مفتاح دار السعاده ذکر کرده است. نام قصه را میتوان چنین نامگذاری کرد: مالی که غرق نشود. اصلا در قصه ها درس و عبرت است. از این است که یک بخش زیاد قرآن از قصه ها عبارت است. قصه های گذشتگان، قصه های پیامبران، چون قصه های نکوکاران و بدکاران. قصه های گوناگون دارد قرآن که برای پند و عبرت نازل شدند و خود قرآن میگه لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. صاحبان هوش، کسانی که از عقل و خرد برخوردارند، از قصه های قرآن پند و عبرت میگیرند. قصه امروز درباره ترغیب بر علم و هنر است، ترغیب به کسب است، چون که یکی از وظیفه های اساسی والدین و اینچنین معلمان نورسان را، جوانان را به سوی کسب علم و سوی انتخاب اختصاص و هنر روانه کردن است. راهنمایی نمودن فرزند به سوی تخصص مناسب برای از خود کردن کسب و هنری به شوق و رغبتش مطابق خیلی ضرور است. در عائله هایی که فرزندان آنجا به تحصیل علم و یا به از خود کردن کسب و هنر مشغول کننده نشوند، در چنین عائله ها مشکلات زیاد به وجود می آید. از بیکاری مشکلات زیاد ایجاد می گردد. آنجا تنبلی و افسرده حالی و این چنین یعنی در آینده دستنگری، این چنین فرزند برای خود عائله مشکلات ایجاد می کند و برای کوچه و جامعه نیز. حتی بیشتری حادثه های جنایی و حقوق ویران کنی ها از جانب چنین کسانی صادر می شود که بیکارند. بیکاری به جوان زیان دارد. بنابراین باید والدین و این چنین آموزگاران جوان را یا به فرا گرفتن علمی و یا به از خود کردن کسب هنری مشغول سازند. خلاصه ابن قیم جوزی این حکایه جالب را آورده در این کتاب خود مفتاح دار السعاده، که کتاب عبارت از بیان فضل و شرف علم است. یعنی این کتاب در حجم 3 مجلد در بیان فضیلت و مقام علم، در بیان برکت و شرافت علم است. امام در این کتاب آورده که یکی از عالمان با چند نفر تاجران به سفری میبرند، به سفری بحری به کشتی سوار میشوند. چون در میانه بحر قرار میگیرند، باد میشود و طوفان و این سفینه میشکند و همه مال و کالا و همه دارایی که تاجران با خود دارند غرق می شود، از دست می رود. و آن جماعه تاجران را با آن دانشمند گروه از صیادان که می بینند نجات می دهند، به نزدیکترین شهر آورده می رسانند. آن تاجران و صاحبکاران که در گذشته مال و تجارت و زندگی مرفه داشتند، در این شهری نو که با آنجا آورده می شود به ذلت و خواری و به دستنگری گرفتار می شود. اما این دانشمند به مسجد رفته آنجا به تدریس مردم مشغول می شود. دیر نگذشته نامش در زبانها چرخ می زند و مشهور می گردد و چون به علم و فضل مشهور می گردد از جانب ساکنان آن شهر احترام می شود. حتی والی آن شهر او را قاضی تعیین می کند. پس از مدت وقت این تاجران، صاحبکاران و اینچنین این عالمی دانشمند نیز میخواهند به وطن خود برگردند. اما والی شهر از دانشمند خواهش میکند که در شهر آنها ایستد و این دانشمند نیز قبول میکند و میمانند. تاجران که هم شهری هم وطن این عالمند از او میپرسند که آیا پیامی برای اهل شهرمان، برای خویش و تبارتان دارید؟ ما برده رسانیم. این شخص عالم دانشمند میگه بله، من یک پیام دارم، میخوایم پیامم را به شهرم برده رسانید. قولوا لهم اذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق اذا انكسرت السفینه. شما به اهل شهر من گویید اگر خواهند مال اندوزند، مال جمع کنند، چنان مال جمع کنند که وقتا سفینه شکند غرق نشوند. یعنی این دانشمند به اینها پیام رسانده ایستاده است که مردم علم اندوزند، چون علم و هنر چیزی است که در هیچ حالت از دست نمی رود. اگر هم سفینه شکند
دولت انسان، ثروت انسان در قلب و ذهنش باقی میماند. بنابراین این نصیحت گوهربار را به این تاجران دوستش کرد که امام ابن قیم را آورده و به علم و به کسب هنر ترغیب کرده ایستاده است. سعدی حکیم نیز در گلستان عیناً حکایه آورده که به همین مضمون است. میگوید حکیم پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید، که ملک و دولت دنیا را اعتماد نیست. وسیم و زر در سفر بر محل خطر است، یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفارق بخورد. حکیمی به فرزندانش نصیحت کرد پسرانم علم آموزید، هنر به دست آرید، چون که مال و دولت هیچگاه پایدار نیست. زمانی از دست انسان می رود، یا دزد می برد و یا خود انسان آن را استفاده می برد، به آخر می رسد. چه کسانی زیادی از پدرها، از باباها مال زیادی با آنها داده شد یا به میراث بردن، اما مدت نگذشته آن مال را تلف دادن، از بین بردن. اما در مقابل چه کسانی دانشمند و هنرمند که هیچ چیزی نداشتند برای خود دولت ساختند. سعدی شیرازی از این پدری حکیم نقل می کند که به فرزندانش در ادامه گفت اما هنر چشمه زاینده است، دولت پاینده. و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. علم و دانش یا کسب و هنر خود دولت است، خود درآمد است. انسان میتواند هنری داشته باشد و هر کشوری که رود با آن اختصاصش، با آن هنرش روزی خودش را یابد. مثلا طبیبی اگر به مهاجرت رود در کشور دیگری افتد، البته که به آسانی روزگار خودش را درست میکند. چقدر طبیبانی داریم در کشور روسیه یا در اروپا حتی به مشغول شدن در ساحه طب یعنی روزگار خود را پیش میبرند. عموما این یک مثال برای هنرهای زیادی که انسان میتواند خاصتا در جوانی کسب کند و برای خود دولت پایداری سازد. اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و به هنر لقمه چیند و سختی بیند. شخص به هنر هر جا که رود عذاب میکشد. با چند مصرع شعر این معنا را تاکید کرده گفته حکیمی سخن: وقتی افتاد فتنه در شام، هر کس از گوشه فرا رفتند. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. میگه چون در شام فتنه افتاد، احوال کشور مضطرب شد، همه به مهاجرت برآمدند و رفتند. جوانان روستازاده دیهاتی که دانشمند بودند وزرای پادشاهی شدند، اما پسران وزیر که ناقص عقل بودند، علم و دانش یعنی اندوخته بودند، به گدایی به دیهات رفتند. پس پند و عبرتی که از این دو قصه برمی آید این است که جوان می باید علم و دانش از بر کند و یا کسب و هنر بیاموزد تا در اذیت و مشقت گرفتار نگردد. در حفظ و امان خداوند باشید.